سلام علیکم. سلام علیکم. شما جانبازی؟ بله. جانباز چند درصد؟ 9%. الان این پاتون به سیل قطع شده؟ بله. بله. خب شما کاری هم انجام میدید؟ کارباری دارید؟ نه. رانندگی نمی کنید؟ نه. نمیتونم. شما رانندگی میکنید؟ ما خوش شنیده بودیم شما رانندگی میکنید. بله. میتونم نمیتونم. رانندگی میکنید؟ با این پاتون؟ با اون پا؟ پس چجوری ترمز میگیری؟ با این پا؟ شما مسافر هم میبرید؟ چند ولا تصادف کردید؟ 6 ولا؟ چند تا مسافر کشتید؟ 9 دفعه مسافر کشت. 9 تا مسافر کشتید؟ از من تو هر رانندگی 2 نفر کشته. اما تو حواس خودت بونه با این پا رانندگی نکن. نس تو به چه معروفی همون؟ به بودو معروفی؟ وای خبرنگارمون خیلی مثلا تغییر کرده. شنیده همه تا میگن بودو. حرفش درسته؟ نه. همه علیکی میگو؟ به چه جاور کلی نه. نه یکی میان سر جا دیگه میکنه؟ کلش هم پره وقت بیش زرد کرده. انگشتر شیخی انداز کرده. انگشترت میشونه؟ عجب انگشتری دار لامصب. سلام بینندگاه کن. سلام بزرگ. امو بله. تو داخل کو کربلای خدمتی کنی؟ کربلای 1 2 3 چند؟ کربلای بالا این کربلای 5. بله. کربلای 5 اونجا چه اتفاقی برای شما افتاد؟ خب ما سال گرفتم میگفت زمانی که این بودو گویی که بگم زمانی که گلوله شبابیده هر شد تو لاف گویی که و تو گیریخی که راستی گفت نه؟ نه. میگو ها شوی که پاش کرد بیده ای که گیریخ که هیچ کتمون نست بخوست ولی میگو صدا گویه که هره گیریخاش میمه. راستی گفت نه. همه خونه یک بچه هنچ میگه چند تا خاطراتت برامون تعریف کن. 9 و 5 9 5 چه؟ خاطراتت بگو مثلا رفتنی سهرا کو رفتیم دلا رفتیم بندر. رفتید داخل جبه رفتید بندر؟ بله. رفتید بندر گی بخورید؟ بندر کیا؟ تو ما. بندر اندر شما چه بکنید؟ او وطنی. او بخورید؟ مهنج او نبی؟ نه. نه او کتی او سهرا کربلا بیدی یا کربلا ایران؟ کربلا اسرائیل؟ بله. تو مدافع حرمی؟ چه؟ تو مدافع حرمی؟ نه. مدافع؟ او نه الان تو رفته جبهه یا مدافع حرمی؟ مدافع حرمی؟ خب چه میگو تو کربلا 5 خدمت کرد؟ او خود سوریه اکلا؟ سوریه همه کسی خدمتی کنه؟ بله. اونجا سوریه کسی نجات داد یا کسی کشتی؟ چند تا کشتی؟ همه شو کشتی؟ بله. کلا خود تو خود داعش بیه نه بسیجی تو پنجیا. همه تفنگیان کشتی؟ بله. ایرانی ها یا بگم داعش؟ داعش کشتی؟ بله. داعشی ها چه تفنگی داشتن؟ توفنگ‌های اسرائیلی. اسرائیلی؟ داعش چه اسرائیل؟ همدته؟ خواه اونجا ما شنیدن دشوی نمیده تو چه دو میرفته دشوی؟ میرفتی ری کله داعشی ها میششیده؟ نه میرفتن دهلو میتاتی. ری داره فدا؟ نه تو
آه یعنی تو صحرا. بله تعالا میده. خب درست میگه درا. حالا کلی هم میخوای بله قطر بفروشی؟ ای راستی این آموس بزیریو میگو ما پول ندارم خواهم برن قطر کلی هم بفروشم و با ایران یه کلی بخرم و یه فدایی هم درست کنم. تا چی میده؟ راستی میدونه کارش درسته؟ بله. بله اصلا حرف شما مدنی نست نگه پایش هم بگونید وقت پایی نداره. کلیه چه کار میفروشی؟ میخوام چکیته بخرم چه کار مثلا کی مدونه؟ 9,000 تومن. باید بریم الان را کارت کشم. شما در رانندگی تا حالا گشنتون شده؟ بله. خوابتون برده؟ نه. تو راننده یا خواننده؟ دوتاش. لندادن. تو خیلی بودی ها همه کنستی ما یه خبرنگار رو شنیدم. داری چیکار میکنی؟ مگه تو پادکست نبود؟ چیکار میکنی؟ الان برو اولا